جمعه بازار سامان سید برهان بازار مشترک سوداگران قرغیزتبار و تاجیکان در ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان است. بازار حدود 80 دکان دارد. آن سال 2018 تأسیس یافته است. اشوربک سغندکوف از فروشندگان قرغیزتبار بازار است. وی در ناحیه لخش زندگی میکند. او پیش از تأسیس بازار سامان سید برهان در بازار مرکزی ناحیه لخش سوداگری میکرد. این ساکن قرغیزتبار لخش کلاه‌های مردانه، متا و پایافزال می‌فروشد. وی صاحب 6 فرزند است و زندگیش را از حساب همین دکان می‌چرخاند. سغندکوف میگوید قرغیزتباران و تاجیکان در این بازار خرید و فروش می‌کنند و بین آنها همکاری و اتفاق وجود دارد. اینا دمیجا چند سال شد، 10-20 سال شد اینا سودا میکنم اینجا. همش سوزای یگون ایسو نداره. سودا را شروع میکنیم اینجا. یگون اینجا خیلی پرابلم نداره. چی سودا میکنید؟ سودا این همه شموتکی، توقی همه خیلی ماتریال میفروشیم اینا. بوره چی میارم؟ شنبه میارم. کارون میارم. خرید چی خلاص؟ سودا سوزای خدا شکرانه همش. خریدارا کیان اساسا؟ خریدارا مردم جرگتول دیگر جای میافو. من چی کن ایش ندارم. ما همه خشتباری همه دختر میتیم. دختر را میگیریم همه تویو همش خوش میشه. در بازار نه تنها مردان بلکه زنان نیز کار میکنند. سونیا عبداللهی قرغیزتبار سال 1993 در ناحیه شهر توس در جنوب تاجیکستان تولد شده است. خانواده وی دیرتر به ناحیه لخش کوچیدند. سونیا تا صنف 9 در مکتب قرغیزی تحصیل کرد. بعد با مرد تاجیک ازدواج کرد و حالا صاحب 3 فرزند است. شوهر سونیا مهاجر است و به روسیه برای کار می رود. او 3 سال پیش به شوهرش پیشنهاد گشودن دکان را در بازار نو کرد و اینک تاجر این بازار است. در می بازار صاحب کار میکنیم. لباس های زنکی. اینجا ما دو ملت هستیم، قرغیز تاجیک. همه خریداران قرغیز تاجیکن. مناسبت سوزن. ملت ما قرغیزه. شوهرم تاجیک. معامله هم با زبان تاجیکی. معامله همسایه سازن. یگان مقصد که جدات تاجیک تا قرغیز تو خیلی گپ خبر نیستم. تاجیکای قرغیزا کلین گرفته. قرغیزات ای تاجیکو هم سازن. اوی من تاجیکای خودش. بچه پدریم تاجیکای. اونجا قرغیز قرغیز تاجیک هستن. سازم معاملهشون سطویزن. 3 پسر دارم. بچه یکان صنف 3 میخونه. دیمانگیم 7 ساله سیمیش 9 ماه. شوهرم خوندگی کار نمینه در مسکو. تورابک قاسموف در جمعه بازار پایافزال میفروشد. دکان وی میان دکانهای قرغیزتباران جایگیر است. دوستان و مشتریهایش نیز اساساً قرغیزتبارانند. اینجا صاحب کاریم. چند سال شده اینجا صاحب کاری؟ 3 سال شد بزرگ سودا میکنم. اینمی کالو شما است و اینمی چیزا را اینجا سودا میکنیم. خریدارام اینجا قرغیزا زندگی میکنن، تاجیکا زندگی میکنن. همکارام اینجا در همه قرغیز تاجیک ارغشای. کسای اجا سودا میکنیم. خشتباری هم دورن، یعنی قشلاقای ما همش ایش برایش دختر داده و گرفته و همتری خشتبار شدن اونده. پیش بازار مهاجری مهنتی روسیه میرفته میمدیم. بازی همه وطن خودمون کار فعالیت ما خوبه. جمعه بازار سامان سید برهان هفته 1 مرتبه روزهای جمعه تشکیل می شود. خریداران و فروشنده ها از سراسر منطقه های وادی رشت به این بازار می آیند.